امروز جای خوشی است و جای خوشحالی است که قریه نوابات گذر 24 با یاری خداوند و کمک مردم و کمک وکیل صاحبا دیگر دوستا به همکاری شاروار صاحب محترم، امروز ما شاهد از این هستیم که کارهای ما عملا شروع شده. به خاطر همین قرنطینه یک 2 ماه 3 ماه کار ما به تعویق افتید. انشاءالله حال کار ما عملا جریان داره. کل دوستا مطمئن باشه که به زودترین فرصت انشاءالله که کار ما خلاص میشه. اگر رضای خداوند باشه یک پروژه دیگه داریم، یک تعداد کوچه های ما مونده، انشاءالله به زودترین فرصت او پروژه را کارش خلاص کردیم که باقی کوچه های ما را مشکلش حل کنیم. و یک برج برق دیگه که زیر کار است، از رئیس جمهور هم رو گرفتیم، یک تعداد خانه های ماست که بی برق است. انشاءالله به زودترین فرصت برج دویم هم فعال میکنیم. انشاءالله ما شب و روز در خدمت مردم خود هستیم، از مثل مردم های دیگه نیستیم که صرف به زبان بگویه به عمل کارش معلوم نباشه. انشاءالله به یاری خداوند، به همکاری اولس خود، به همکاری مردم همیشه در خدمت مردم هستیم و من الله توفیق.